برای خود آن چیزی را که دوست می‌دارد برای برادرش دوست ندارد. ایمان ندارد، گفت پیغمبری خدا، آن برادر و آن رفیق و آن همنشینی که از شما هست تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای تو دوست ندارد. اگر آن برادر برای خودش خانه‌های زیبا را دوست دارد و برای برادرش دوست ندارد، اگر اون برادر برای خودش نماز را دوست دارد برای برادرش دوست ندارد، آن برادر اگر شرایطی خوب در خاندانش برپا کردن را دوست دارد برای مردم دوست ندارد، و آن پیشواهایی که فقط برای بهتر کردن احوال خودشان کوشش کنند و لیکن به مردم دلسوزی نداشته باشند، اینها را حبیب خدا گفت ایمان ندارن. اینها گفت اگر ایمان می داشت و آن چیزی را که برای خودش محبوب بود برای برادرش محبوب میگردانی. این علامت بی ایمانی است. این گوش کردن کسی دیگر است. ایمان داشتن دیگر چیز است. انسان باید مسلمان اصیل باشد. مسلمان میشوی، مسلمان اصیل شو، مسلمان راستین شو، مسلمان درویه نشو. حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر بودند. قومش بر او گفت ای یوسف، خدا تو را مددگار باشد. برای چی اینقدر تو روزدار هستی؟ آخر این انبارها پر از طعام است. بهترین شربت ها در انبارهای تو هست، در خاندان تو یافت می شود. این انبارها و این خاندان تو پر از گندم است. صندوق ها پر از طلا و پر از مال دنیاست. چرا تو اینقدر روزدار میگردی؟ حضرت چی جواب گفتند؟ کاش که این جواب امروز برادرای مسلمانی ما و شما گویند. کاش که این سخنی که حضرت یوسف گفتن از زبان ما و شما صادر شود. حضرت گفتن اگر من دائم اگر سیر گردم از حال گرسنگان فراموش میکنم. اگر من دائم سیر گردم، اگر از تمام این نعمتهایی که خدا برای من روزی کرده است استفاده برم، این حالت در چنان مغرور میشوم که از حال گرسنگان فراموش میکنم. امروز این حالت بالای همه ما و شما آمد. حالت خودمان خوب میکنیم، پروای برادر ما نداریم. این حالت وقتی در کدام ما و شما پیدا شد، یقین دان که ایمان تو ایمان ضعیف است، ایمان تو ایمان کامل نیست. بسیار جای حسرت است که امروز ما و شما دلسوزی نداریم. یک برادر ما و شما اگر در عراق باشد، اگر در سعودی باشد، اگر در کدام گوشه دنیا باشد، وقتی خبری شنیدید که حال اونها مشکل است، زندگیشان وزنین است، زیر بانبهای این جهود بدبخت دارد، باید شما غمگین باشین. بین اون برادر ماست. اگر این حالت شما را غمگین نسازد، شما با دلتان گذرانید که تا حال ایمان شما کامل نشده است. باید ما غمخوار باشیم. خدا رحمت به حضرت عمر یاد ما آمد. در زمانش قحطی آمد، زمانش قحطی آمد، گرسنگی آمد. حضرت عمر خلیفه مسلمان ها، پریزیدنتی همون زمان، خیلی دنیای کلان در دستش بود. وقتی حالت مسلمان ها که وزین آمد، هر خانه ای که سر پیش میکرد دید که مردم طعام های با لذت که ندارد، اولین ضربه که بر جان خود زد چی بود؟ پختن خوراک های روغنی را در خانهش قطع کرد. گفت در خانه من دیگر نبینم که خوراکی روغنی دار پخته شود. اولین ضربه که حضرت به جان خودش زد. دوم چیکار کرد؟ دوم از گوشت خوردن پیشی دهان خودش را بسته کرد. حتی شریکانش میگفت
که از شکم به عمر صدا می برآمد، از روده های مبارک صدا می برآمد و به جانب شکم می گشت و می گفت تا زمانی که اگر فرزندهای مسلمان از طعام سیراب نشوند، اگر صدای تو ای روده ها مدینه را پشت کند، برای تو خوردن گوشت و شوربا حرام است. این سخن حضرت عمر بود، سردار همه مسلمان ها، سردار ما و شما. برای این خاطر من به این برادر چی میگویم؟ اگر خواهد که انما المؤمنون اخوة شعار او باشد، باید که رحم در برادر خودش کند. وای وقتی که به دادری که از یک پدر و مادر رحم ندارد، وای به همسایه از کجا رحم میکند؟ این الله که سنگدلی این برادر را نشان میدهد. این زر و نعمت از سر همه ما و شما ثابت میماند، همه اینا باقی میماند. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگد زر و نعمت اکنون بده کان توست. امروز این کلیدهای گنجینه و خزینه‌ای که در برداری، امروز اون کلیدها همه که سرداری تو هستی، اینا را مشاهده کن و مردم تقسیم کن. زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از صفت آبی تو مرد این کلیدها را دیگر کسا صاحب میشود، صندوقها را دیگر نفر گشاده میکنند. و دنیا توانی عقبا خرید، میتوانی ای انسان مالدار بیار، میتوانی که جنت خرید. با این دنیا میتوانی که جنت خرید. یعنی اگر تو خیر احسان کنی، اگر تو رحم و انصاف اگر به کار بری، تو آخرت خریدگی هستی. و دنیا توانی عقبا خرید. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع موجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. الدرب سعادة من الرضا، والكون